خب عزیزان بیننده، در این قسمت از برنامه در خدمت آقای سیاوش هاشمی، یکی از خوانندگان خوب و پیشکسوت کشورمون هستیم. آقای سیاوش هاشمی 25 سال در کشور عزیزمون ایران فعالیت هنری داشتن و امروزه مقیم آلمان هستند. همونجور که شما عزیزان میدونید، پیشکسوتان عزیزمون جای خاصی رو پیش ما دارن و ما افتخار میکنیم که این عزیزان رو در کنار خودمون در این استودیو داریم. پیشکسوتانی که در زمانهای گذشته با سختی وارد عرصه موزیک شدن و همیشه به معنای واقعی کلمه هنر خوندن رو ادا کردند. امروزه در تمام دنیا هستند کسانی که میان فقط میخونن و هیچ قانون و ضابطه‌ای در کارشون وجود نداره. ولی هنرمندان پیشکسوت و با سابقه ما همیشه بهترین ها رو به نحو احسن انجام دادن و همیشه برای مردمشون کار کردن. آقای سیاوش هاشمی، بهتون خوش آمد میگم و ازتون خواهش میکنم که خودتون رو بیشتر برای بینندگان عزیز ما معرفی بکنید. بله، همونطور که جناب عالی فرمودیم مدت 25 سال فعالیت هنری داشتم در ایران، در رادیو تلویزیون ایران و با هنرمندای خیلی معروفی با هم همکاری داشتیم به نام آقای شماعی زاده، آقای آندرانیک و آقای پرویز مقصدی و سایر هنرمندان ارزنده مملکتمون. بعد تصمیم گرفتم که تقریبا حدود 25 سال پیش به آلمان سفر بکنم و که در اینجا فعالیت هنری رو تقریبا ادامه بدم که با یک آهنگسازی به نام آقای قاسم خرم، بسیار هنرمند با ارزنده‌ای هستن ایشون که آهنگایشون خیلی معروفه، آرانژه میکنن آهنگای منو. که یه اثری داریم به نام آهنگ مادر که در آینده ایشالله به بازار عرضه خواهد شد انشالله. البته من جا داره این رو خدمت بینندگان عزیزمون هم بگم که قبل از اینکه بیایم و جلوی دوربین بشینیم، من یک سری عکس هایی رو دیدم از زمانهای گذشته که آقای سیاوش هاشمی در کنار هنرمندان بسیار خوب کشورمون مثل آقای حسن شماعی زاده، آقای منوچهر بیگلری، پرویز مقصدی و خیلی از هنرمندان دیگه این عکس ها رو داشتن و خب برای من خیلی جالب بود. شاید اون زمانی که این عکس ها گرفته شده من اصلا وجود نداشتم و خیلی برام جالب بود که هنرمندان به این خوبی و در واقع بهترین های موزیک ایران در کنار شما به نوازندگی مشغول بودن و اینکه من گفتم پیشکسوت یکی از دلایلش همین بودش. خیلی ممنون، متشکرم. فقط من یه پیامی دارم که پیام اینه که این آهنگ مادری که ما تقریبا آماده کردیم کلیپ شده. به زودی زود انشالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد که تمام آرانژه و صدا برداری و اینا تمام توسط آقای قاسم خرم بوده. در استودیو رادو در فرانکفورت آلمان آماده شده. من فقط یه سوالی که داشتم، این آهنگ کاملا جدید هست یا اینکه در گذشته هم این آهنگ رو خونده بودید و الان بازسازی کرد؟ ببخشید، در گذشته ما این آهنگ رو اجرا کردیم و به سیستم جدیدی و آرانژه جدید آقای قاسم خرم تمام این آماده شده. بسیار بسیار عالیه. شعر اونم مرحوم فریدون مشیری گفتن. امیدوارم که مورد توجه تمام حضور بینندگان عزیز مورد توجهشون قرار بگیره. مطمئناً همینطور برای مادران تمام دنیا عرضه میشه. بله. و در مورد کارهای جدیدتون که کارهایی که در دست تهیه دارین و یا فعالیتایی که پیش رو دارین؟ کار جدیدی که داریم آهنگی به نام تنهایی، بسیار بسیار عالیه به نظر من، البته که این در آینده جدید اینم کلیپ خواهد شد توسط جناب آقای افشاروند. ما افتخار داریم که ایشون همکاری خودشون رو با کمپانی آرت فیلم شروع کردن و در آینده بسیار نزدیک کارهای جدیدی رو از شما با همکاری کمپانی آرت فیلم و آقای مصطفی افشاروند خواهیم دید.
همینطور. بله. الان چه هدیه‌ای برای ما آوردید آقای هاشمی؟ همونطور که خدمت عرض کردم آهنگ مادره برای مادر، برای مادران تمام دنیا. امیدوارم که مورد پسند همه قرار بگیره انشالله. پس ازتون خواهش میکنم که به موزیک ویدیوی مادر از آقای سیاوش هاشمی توجه بکنید. با تو جان جاودانم، بی تو در زندان جانم، از جان آشناتر ای مادر. از تو پیدا شد وجودم، خنده همش کم سرودم، هستیم بود و نبودم، دست و قلبم تار و بودم. مادرا برق نگاهت، آن نگاه بی گناهم، چون شود از اشک غمتر، میزند بر جانم آذر ای مادر. ای بهشتم ای بهارم، هرچه دارم از تو دارم، سویم بنگر مادر ای مادر. ای وجود آسمانی، ای جمال جاودانی، ای فروغ زندگانی، این ندا بشنو ز مادر. آه ای مادر جان، با من بمان تا جاودان. مادر جان فدایت ای مادر، هر کجا باشم با تو هم، با من بمان تا جاودان. آه ای مادر جان، با من بمان تا جاودان. ای بهشتم ای بهارم، هرچه دارم از تو دارم، سویم بنگر مادر
وجود آسمانی، ای جمال جاودانی، ای فروغ زندگانی، این ندا بشنو ز مادر. آه ای مادر جان، با من بمان تا جاودان. مادر جان فدایت، ای مادر، هر کجا باشم با تو هم، با من بمان تا جاودان.